نصيحة. دین نصیحت است. مردم عادی چگونه میتوانند به الاقصی کمک کنند؟ اعتراضهای فعال در میان مردم و برآمدهای آدمان زیاد به کوچه و میدانهای شهرها یک خطر جدی برای حاکمان جاسوسی و نظامهای آنها در منطقه اسلامی محسوب می‌یابد. یعنی این معنای آن را دارد که به خواجگان غربی آنها که لختک‌های خود را به حکومت گذاشتند که مسلمانان را اداره کنند و امنیت تخت‌های خود را تأمین کنند تا در عوض آرامانه فرمانهای آنها را اجرا کنند تهدید می‌کند. چون امت اسلامی زنده است، طبیعی است که در هر جایی که مسلمانان زندگی می‌کنند در برابر ظلم و بی‌عدالتی به حرکت می‌آیند و از بس که مسلمانان در تمام جهان زندگی می‌کنند، پس اعتراضها به تمام جهان تأثیر می‌رساند. البته غرب این را دید که مسلمانان یک فکر را یکدلانه بیان می‌کنند. بنابراین غرب مجبور شد اعتراف کند که پس از تقسیم با موفقیت دولت یگانه خلافت آنها در کوشش مبادله احساسات عمومی مسلمانان ناکام شده است. در برابر این غرب درک می‌کند که وحدت احساسات در میان مسلمانان به شک خواهش به دست آوردن وحدت سیاسی را به وجود می‌آورد که از بین بردن مرزهای ملی که آنها را جدا می‌کند تقاضا می‌کند. از این رو غرب به طور فوری به تدبیرهای احتیاج پیدا کرد که امکان دهد احساسات مسلمانان را سرکوب نکرده بلکه زیر نظارت گیرد، یعنی بدون حرکت‌های ناگهانی احساس مسلمانان را به هدف‌های دومین درجه روانه کند و نگذارد که موج بزرگ اسلامی که دیگر جلوگیری نمی‌شود بالا رود. بیایید بفهمیم که این در عمل چگونه می‌شود. در نزد ما امت ایستاده است که امروز برای اقصی کمک طلب می‌کند، از شکست ساختار یهودی شادی می‌کند و از شکست مردم غزه اندوهگین می‌شود. ازدحام بزرگ مسلمانان گردی هم آمده کوچه‌ها و میدان‌های شهرها را مثل طوفان پخش می‌کنند. حکومت‌های جاسوسی این را دیده تصمیم گرفتند که راه حرکت‌های خلقی را گرفته آنها را با مقصدهای دومین درجه مشغول کنند و با همین آنها را از قوه خود محروم کرده بعداً آنها را ریشه‌کن کنند. همزمان ساختار یهودی آرامانه نقشه اساسی خود را برای نابود کردن مقاومت در غزه عملی خواهد کرد. طبق نقشه‌های حاکمان جاسوس میدان‌ها و کوچه‌های شهرها به جای مرکزهای معین کردن هدف‌های سیاسی، به جای منبر شدن که امت از آنجا طلب‌های نظامی و سیاسی خود را به میان می‌گذارد، به یک منبر رفع کیفیت خشمگین تبدیل می‌یابد که آدمان پس از آن که غضب خود را برآوردند آرامانه به خانه برمیگردند بدون نائل شدن به یگان تغییرات واقعی، بدون نائل شدن به یگان هدف واقعی که برای آنها به کوچه‌ها برآمده بودند. چگونه رژیم‌های حاکم بر اعتراض و خشم امت نظارت پیدا می‌کنند؟ خیلی آسان. اصول مقرره اجازت و منع کردن تا حال به نقصان کار می‌کند. آن امکان می‌دهد که اعتراض‌های مردم را بدون مناقشه با آن خاموش کند، چون قاعده این اصول به واسطه توسط وسایل اخبارات عمومی و غیره ترغیب کرده می‌شود. مثلا به مسلمانان اجازه می‌دهند که به گردهمایی و تظاهرات در نزد سفارتخانه‌های یهودی بروند، اما به اعتراضها در نزد کاخ حاکمان و مرکزهای تصمیم گیری منع می‌کنند. به شما اجازه می‌دهند که در اینجا و آنجا غرغر کنید، ولی رفته افسران و سربازان را در کازارمه‌ها و پایگاه‌های نظامی دعوت کردن منع می‌کنند تا آنها وظیفه خود را در یاری به اقصی و مسلمانان هیچ به خاطر نآورند. شما می توانید آرامانه بگویید که مردم غزه به غذا و دارو نیاز دارند، اما در هیچ صورت نباید بگویید که آنها به هواپیما، سیستم‌های دفاع هوایی و سربازان نیاز دارند. شما می توانید بیرق‌های اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و دیگر دولت‌های غربی را هر قدری که خواهید سوزانید، اما شما نمی توانید طلب کنید که خاک زیر پای استیلاگران یهودی سوزانده شود. حقیقت این است که رو آوردن به ارتش‌ها برای کمک به قیام آنها بر ضد رژیم‌های حاکم جاسوسی و حمله بعدی بر ضد ساختار یهودی آورده می‌رساند. یعنی هر یک حرکت مردمی باید برای این هدف تلاش کند و تمام چاره‌ها باید به آن نگرانیده شود، زیرا تنها ارتش‌ها می‌توانند الاقصی را آزاد کنند. اگر قشون‌های اردن سرحدها را گذرند، ارتش یهودیان در دوام یک چند ساعت مغلوب می‌شود. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд ва бардавом бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. Албатта дар шабакаи мо обуна шавед ва видеоҳои моро ба дигарон бирасонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.